یه چیزایی بره دیگه نیست دیگه نیست. همینقدر گذرا، همینقدر تلخ. شاید اصلا این جمله هیچ وقت پخش نشه، ولی لعنت به من که الان پیششون نیستم. ببخشید اگه چیزی گفتم که یاد عزیزاتون افتادین که پیشتون نیستن، یا اونایی که هستن رو بریم پیششون، اونایی هم که نیستن و یه لحظه. ای قربونت برم، چی شد؟ ای جان ببخشید اگه چیزی گفتم. میلاد اون رفیقمون هم بیار اینجا با هم عکس بگیریم، عشق کنیم.